بسم الله الرحمن الرحیم. آیا این نخستین بار است که کلمات خداوند را می سوزانند و گمان می کنند صدای ملکوت را برای همیشه قطع کردند؟ آیا نمرود و فرعون و قارون بر ابراهیم و موسی و عیسی پیروز شدند؟ قرآن توهین به عقاید و باورها را منع کرده و احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.